سزار واسه میخوام بزنم نگم برام. این سینما رو گرفت تا 73000. دست بذار رو سینه رو بازش کن. اینم یکی دیگه. بریم واسه مزه‌دار کردن این سینما. یه قاشق قلیله سیر، 2 قاشق روغن مایه، فلفل سیاه، آبیشن خوش، نمک و مانادیت. یه سالاد سزار خوشمزه خواستی درست کنی، به نظر من حتما باید از سرکه بالزامیک مانادیت استفاده کنی. الان میگه چرا؟ خب کیفیتش بالاست. نصف قاشق کافی. یه ساعت بذار داخل مریند سینما بمونه. حالا بریم سراغ سس پرحاشیه سالاد سزار کاردینی. سختش نمی‌کنم، خونگی میخوام بهت یاد بدم. 2 تا زرده تخم مرغ 10000 تومان. 5000 سس خرده. یه قاشق سرکه بالزامیک خرما، یه مانادیت. یه قاشق حریره سیر، یه ذره نمک، یه لیوانم روغن مایه در میاد 10000 تومان. کم به این ترکیب اضافه 50000 پنیر پارمیزان دارم. چند تا قاشقشو اینجا استفاده میکنم. خوب اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنم. 10000 زیتون بدون هسته، 15000 هم گوجه گیلاسی، 3 تا دونه نون توست هم در اومد 12000. این کاهو رسمی هم دارم 15000. به نونا یه خود حریره سیر بزن. نونا رو تو تاوه توست میکنیم. سینه مرغامون رو گریل کنیم. سس، نون و سیر، زیتون، گوجه گیلاسی. این مرغی که خورد شد. اینم پنیر پارمیزانی که نگه داشته. این 4 تا سالاد سزار رو دقیقاً در 200000. این هم درسته. نفری 50000. اگه من واسه سرو کنم این 4 تا سالاد سزار رو دقیقاً در 880000 تومان. خودت تو خونه درست کن حالش رو ببر.